восточным солнцем добрая душа. Ты с судьбой играл в решку и орла. Жизни сделал ты немало, и поднимем мы бокалы за твои года, за радость, чтоб 100 лет вы жили с мамой. Жизни сделал ты немало, и поднимем мы бокалы за твои года, за радость, чтоб ты с нами был всегда. Будь всегда здоров, мой отец без докторов, без давления, с днем рождения. Будь всегда здоров, мой отец без докторов, без давления, с днем рождения. Твое слово главное у нас в семье. Ты родной в Самарканде и в Москве, а для внуков деда Боря лучший дед. С гордостью он мудрый, им дает совет. В жизни сделал ты немало, и поднимем мы бокалы за твои года, за радость, чтоб 100 лет вы жили с мамой. В жизни сделал ты немало, и поднимем мы бокалы. سلام ای دل، سلام ای نوری دیده، سلام بر مردمی فرهنگ دیده. السلام علیکم بیننده های عزیز، تماشابینان عزیزی ما. امروز جامعه تبریکاتی شهنان و دهه کوهستانی شهر سمرقند و دهه آهلیتی عزیز و عظیم آمدیم برای تبریک کردن به خانواده سیراجمک. از نام فرزندان عزیزشان که در مسافرت هستند، از نام اقبال آیتی عزیز آیتی و از نام بهار آیتی دادر آیتی، از نام سوریدین و کلید پاشا فریزه بانو پدر عزیز شاه ستون خاندان را تبریک میگوییم. همراه شمایان با هم میبینیم. با ما باشید. با شبکه شهنان رفتیم. پدر ای پیری بر نادل، توی عاشق ترین دلدار، برای راحتی روحم بسر. السلام علیکم مهمانان عزیز، السلام علیکم. سیراجمک، عمری خاله، زادروز مبارک. روز تولد را، میلاد را برایتان مبارکباد میگویم. بگذار دم پیری و 120 سالگی و الان خیلی همراهی سیراجمک ایستاده و ما آمده شما تبریک کردن نصیب کنم. بکنی اندامی کی آمده ما تبریک کنیم؟ اندامی دختران بیا. چون فقط دختران؟ سوریدین است، کیرین پاشا هست و پیش از آن سروار خاندان هستند. سیراجمک چنین انسان هستند که در هر کجایی که بگیم سلام علیک، انسان خاکسار، صمیمی. البته از نام سروار خاندان، از نام سیراجمک، از مسافرت دیگه از نام دخترانتان که در قلب شما با دعاهای نیک همیشه یادداشت میگوید آنها را. از نام اقبال آیتی عزیز آیتی و از نام بهار آیتی دادر آیتی سوریدین فریزه بانو شما را تبریک میگویم. گفتن مادر مهربان، مادر غمخوار، مادر پزنده ما. برای ما فرزندان با یک چشم، با یک مهربانی ما را کلام کردند. صاحب بخت، صاحب خاندان، صاحب تمام کسب و کار و نیکی های زندگی کردند. خدا کند که دم پیری و دولت پیری را بینند. ما فرزندان در خوردی چه مشقت، چه زحمت از پشت ما دیدن، در دم پیری حضور و حلاوت ما را دیده گردند. نظر میبینیم شما دوست میداریم. همیشه در سر ما تاج سری طلبی شود. برای مادر جان من، برای بهشت خاندان من رسانید که مادران را پاس دارید، بغض مادر شانه نیست. مادران را پاس دارید، بغض مادر شانه نیست. بهر حل مشکل مانند او فرزانه نیست. از شرار زندگانی گر بسوزد جان و تن، همچو مادر گردی ما غمخواره و پروانه نیست. جای او را خاص دانید چون مقامش عالی است، غیر او هر یک رفیق نامی و گاه جانی است. جمع آرید هم اگر در یک مکان حل جهان، به وجودش آن مکان و قعر دلها خالی است. مادر مهربان من چقدر انسان هستند که از فرشته هم بالاتر،
چرا گفتم با فرشته هم گناه و هم ثواب‌های ما را نویساند اگر مادر چون این انسان بوده است که خطاگی‌های ما را رست می‌کردن و هر یک کاری نیک کاری عمل‌های ثوابی ما را البته داستان دنیا می‌کند. همیشه صحت سلامت باشم. ما خوشبخت هستیم، خوشبخت‌ترین عائله هستیم. یاد می‌آورم خوردی را همراهی آن دخترانی که در مسافرت هستند صحبت کردیم. عمری خاله میگویند که خیالم که انهمان مایدگی آن را برگردیم و جشن زادروزی مادرم بعد از سالی نو همین فوریه به جشن میگرفتیم. آن وقتها این خیلی زیاد نبود، آن وقتها این خیلی نیکی ها نبود و همیشه در سر دسترخوان می نشستیم و جشن زادروزی پدر را جشن زادروزی مادر را جشن میگرفتیم و میخواستیم با آن لحظه های خرسندی گردیم. پدر تاج سری طلایی ما، قبلگاهی فرزندان. سراجمک همیشه صحت سلامت باشید. در سری فرزندان شما شامسوتان، شما دعاگوی فرزندان هستید. فرزندان میفخرند. البته شما انسان بایی هستید که کلیدان دری جنت در اطراف شمایان هستند. امروز میگوییم در دو دنیا سربلندم از دعایت ای پدر. من کتابی نابی پندم از دعایت ای پدر. یک قدم از گفتت بیرون نماندم پای خود، نزد یاران ارجمندم از دعایت ای پدر. گر تمامی سال بارد بر سرم باران و برف، کوهساری بیگزندم از دعایت ای پدر. تا تو باشی در برم چون کوهسارانی دیار، از بلندی ها بلندم از دعایت ای پدر. امروز جشن زادروزی تولد رو برایتان مبارکباد میگوییم. برای فرزندان شما قهرمانی زندگی، برای فرزندان قبلگاه هستید. همیشه صحت سلامت باشید. همراهی مادر عزیز البته حاجیانم و حاجی بابا شده گشتن برای شمایان نصیب کنند. عمری خاله چند سال شد تویشته گشت با همراهی اوکی ما؟ 45 سالگی قریب 45 سالگی توی. چندین عائله های نیک با ما مهمان شویم میپرسیم که 45 سال 40 سال پیش هم گلتیی و تارتبوری ها نبودگی. چند بار گل پدر کردن امکان شما راستش میگیم؟ یا فقط پولی گل دسته میدادن می؟ 45 سال بعد امروز باشد در همین گواهی مهمانان و امروز گواهی مهمانان با خودشان یک گلدسته زیبا تیار کردن برای شما میسپارند. مبارک باشد میگیم. مرحمت گلدسته را تقدیم میکنیم. البته امروز که چطوری سراجمک جشن زادروزی است، روز خرسندی است. جشن زادروزی پدر هر لحظه ها هر جوانیشان همیشه خاطرشان به ایستاد و هر بار علمین عکس رو بینن ما فرزندان رو دعا کنن گفته از نام فرزندان عزیزتان برای شما یک پرتریت تیار کردیم پیشکش میکنیم. زادروز مبارک باشد. مرحبا. از نام فرزند عزیز سوریندی تبریک میگویم. از مسافرت از نام اقبال آیتی عزیز آیتی، از نام بهار آیتی دادار آیتی، از نام سوریندین و کریم پاشا فریزا بانو، از نام دامادها نبیره ها مادر عزیز تبریک میگویم. زادروز مبارک. به سر داری شمال گل پناهی با زبان تو مرا امید و دلگرمی. ساری در این دنیای بلحمی با قلبم مرهمی دردی و درمانی و جانم سایه امید و ایمانی و چشمم جلوه پرنوری از دانی. پدر جان پدر خورشید پدر مهتاب پدر یک اختر
پدر چون گوهر کمیاب پدر باران پدر توفان پدر سر بیسته در باب پدر با بندگی دریا دختر کلامی طالها مبارک باشد و البته ما همینجا نزدیکتر استیم حاضر یک شیرینی رو بریم و بعد از آن سخنهای تبریکاتی رو میشنویم. مرحمت زادروز مبارک جشن میلاد رو برایتان مبارکباد میگوییم. مرحمت. С днем рождения, льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. مبارک باشد و البته هر گیاه همراهی اون خواهد شیرینی را میبریم. زادرز مبارک 120 ساله شده. مبارک باشد. На того календаря хоть на Мазде, хоть на Порше, хоть на Жигули до Польши. Ничего не надо больше, просто быть возле тебя. Ничего не надо больше, просто быть возле тебя. С днем рождения, льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения, для тебя пою на сцене. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Я не Пушкин, не Есенин, я стихами не умею. Я могу лишь по-простому, но от сердца пожелать счастья, радости, здоровья, дачу где-то в Подмосковье, чтобы на твоем столетии вновь могли позажигать, чтобы на твоем столетии все могли позажигать. С днем рождения! مبارک باشد. حاضر باشد میخواستیم هم از نام خود سر اول از نام اقبالایتی عزیزایتی و هرایتی باید تبلیغ گوید. آنها گفتند که امروز دو خواهری من دادرم کریم پاشا خوشبخت هستند که پدر را قبلگاه خاندان را مادر و فرشته زندگی ما را آغوش کرده بوسه کرده تبریک کرده میتوانند. صد افسوس که ما در مسافرت هستیم و آنها را آغوش کرده نمیتوانیم. امروز قلبا همراهشان هستیم، دوست میداریم. پدر مادر تاج سری ما باشند. و هرایتی مرحمت از نام خود از نام خواهر و از نام اهل خویش تبریک گوید. مرحمت. در زبانم بعد بسم الله نامی پدر و مادر است. در زبانم بعد بسم الله نامی پدر و مادر است. ثروتی دنیا برایم هیچ نامی پدر و مادر است. گر سفر بهتر برایم این دعای پدر است. هر که قدرش را بداند جایش بهشتی اکبر است. السلام علیکم مهمانان و میزبانان گرامی، خوش آمدید. نوری دیده تاج سر. پدر جان عزیزم 100 ساله شوید و بعد از آن پیر شوید. پیر شوید و پیرکی بدولت شوید. وقتی که ما خورد بودیم با همه سوال میدادن که پدرت دوست میداری یا مادرت. ما بسیاریامون انتخاب میکردیم مادر رو. نمیدانستیم که از در بیرون چقدر مهنت های زیاده کشیده، چه زحمت ها کشیده تا ما فرزند رو خورانن و پوشانن. ببخشید پدر جان، تو را ما غم بدادیم، مویت سفید نمودیم. آنگاه ما خورد بودیم، ما را ببخش پدر جان. مرد خانه، مرد دانا، مرد عاقل تو هستی. قد بلند و قامت بلند و قبلگاه من تو هستی. شکر گویم ای خداوند که تو را دارم پدر. شاه ستون خاندان و زیب دوران تو هستی. شکر میگویم پدر جان در برمون هستی. آقا جانی مهربان، من از این فرصت استفاده بردم
تاقا جانم رو از نام خودم، از نام برادرهایم، از نام مادرم با این روز زادروزشان تبریک میکنم. میخواهم که تاقا جانم همه هیچ وقت کسل نشوند، همه وقت خوب سلامت گردن تاقا، چون که اساسی چیز این سلامتی. تاقا جان هیچ وقت کسل نشوه، همه وقت در سر من ساخت سلامت باشه. من همه وقت هم خیر میبیم، همه وقت در تاقون برای من کشو بگی رحمت به رحمت سلامت باشن. جان خواهرکم، دلو جان خواهرکم، صندوقچه سیم و زرگران خواهرکم، خبرگیرک برادرها که در چهرهشان یادی پدر و مادر است. البته مصلحتچی و سروبر رو در روزهای خرسندی خدمت کننده علاوه عمه خاندان. مرحبا تبریک کنیم. السلام علیکم مهمان و میزبانان گرامی. من از این فرصتی با جماعت استفاده برده برادرم، جان دلم، پدرم حساب میکنم. برادرانم را من و شما صحت سلامتی، عمری دراز، رزق فراز و کارهای حاضره و آینده‌تان موفقیت‌ها ینگاملام که دیکاتون خوش پیر شوید. حضوری بچه‌هاتون ببینید، نیروهاتون ببینید. بعدی سر پدر و مادر وای چند وای جای مادر و خواهر میشده. بعد از پدر با من همی دادرمت کنم، جای پدرم رو میدانم. ساق باش سراج، سلامت باش. رحمت تشکر. مبارک باشه، زادروز مبارک. دادرمیتی مرحمت هدت تبریک کنیم و سولدین. السلام علیکم همه اکاتون. دادا جان الهیم بیم که خوش پیر شوه، 100 ساله شوه، هر ساله همه خیلی درجه تون گذرونه. رحمت نبیره خاندانه از دادکش هم منظر شیرین. سراج جمعه حقیقتا باید گفتم باید چند تا نبیرم، سالشون و نامشون استتون و ماندگی می نمید همش 12 تکک حالی دوامش هست. مرحبا نبیره ها. السلام علیکم مهمانان گرامی، خوش آمدید به درگاهی بابا جانی من. بابا جان 100 ساله شوید، بعد از آن پیر شوید و پیرکی به دولت شوید. من میخواهم که با بابا جانم یک شعر خوانم. بابا جان شما باغ و پری من، خورشید روزم شب اختری من. خواهم که 100 سال باشد سری من، هرگز نبینید چشمی تری من. قبلگاهی من ای بابا جانی من، یک دم بشینید اندر بری من. گوید مرا باز خومی سری من، به اصد پسر این دختری من. بابا جان 100 ساله شده. رحمت تشکر میگیم. باز نمیره ها مهرانه. مرحمت سلام ای نوریدی، ای نوری دیده. سلام ای مردمی فرهنگ دیده. سلامی ما زیپرکی شادمانی، سرود است و درود است و جوانی. السلام علیکم مهمانان و میزبانان گرامی. لطف فرمایید من از نام خودم و از نام اهل عائله‌مان بابا جانی مهربانم را با روز زادروزشان تبریک میکنم. من بابا جانم را یک شعر دوست داشتهشان را میخوانم. نشاطی عمر باشد تا به 30 سال، بچین آیی فروزون ریزد پر و بال. به 50 گروی یابی تو سستی، به 60 آیی نیابی تندرستی. به 70 مرگی مرد زیباست، به 80 چون روی 70 اسبا. 90 نامیدی عمر از ایار، به 100 آیی شوی از عمر بیزار. رحمت تشکر. خداها مرحمت تکلیف میکنیم شما را. خدا خاله ها مرحمت بهتون نزدیکتر. از این درگاه یک تا دختران نازنینش را همراهتان برده. اکو تشکرش رو باید رسانیم برای پدر مادر. مرحمت
Assalomu alaykum mehmon va mezbononi aziz. So'zlar farqlanadi. Fursat istifoda burda Siroj aka ro ro'zi tavallud shodi tabriku muborakbod namuda. Va shuma avvalo umri daroz, rizqi faroz, salomati, ilohi umriyati kadi xusha pir shave. Hech vaqt ham dard و غم رو نبینه. فقط xursand kadi umr basar bare. Vazifataton rahmat. Siroj aka umri afaq ki jabitun 100 ساله شوه عمری دراز بینه حضور که بچه‌کات نبینه سرکاتون درد نبینه یافتگیاتون فقط همیشه روزی نقص بره و عیب با عین نخشنه تا 100 سالگیاتون هم خرشینه الهی عمری که دراز نسخه که فراز بونه رحمت تشکر میگیم و اکنون یک جوره سراجامک از صحنه رفتنش نیست و اینقدر خویش و تبار اینقدر نزدیکان برای تبریک شما آمدن میرقصه خورسندی میکنیم بعد از آن در آمده من در اون بودگی مهمانای بنوار گرفتن لحظه های با تاریخ مهر میسازیم پیش از آن باشد امروز عنعنه بیرام کردیم میخواستیم نیت های نغز و نیک را امروز چند بار تبریک کردن عمر خالم شما راستش اپاگویی شعر خواندن می نمی شعر خواندن می یک تا نامشون شعر میخونم برایتون لوی خمخی گفته است که اگر یابم جوانی ای دوباره تو را تنها تو را میخواهم و بس به هر قیمت به هر قسمت که باشد تو را هرگز نخواهم داد بر کس اگر همین چرخی فلک باز به دنیا بیاییم و سراجامک امریکا باید من سمرقند به دنیا بیایم پیاده رفته خودم زاوچی مانده توی میشویم چون گفتم برای 4 تا کلیدی در جنت برای سعودالدین برای نویره شیرین و عائله زیبا گفتن عمری خالم شما تبریک میکنم یک تا نیتاشو نمیشنویم مرحبا رحمت سلامت باشید بگذار همیشه مانند امروز خوش و خوشبخت باشید امروز روز خورسندی بیرام رو برای هر دویتان مبارکباد میگیم اکنون سرود شیخ میمانیم به هرایتی همه رقص رو تکلیف میکنیم مرحمت سرودها برای شمایان زاد و روز مبارک
حاضر مهمانان یک دقیقه تبریکات آنلاین بوده است در اینجا. کدام از شما یکم؟ عزیزای تیمی؟ اقبالای تیمی کدام از تو؟ مرحبا. Oni dada Johnny Marba,
بگیره عزیزایتی مرحبا عزیزا گبزا Assalamu alaikum. Mehmundakoi dadam ke bina dastane amikotum. Dadajon iloy maqsad bistola shahe. Hum agar sarfum baso karte. رحمت تشکر در مسافرت میگرده دعای نیک پدر مادر شما رو همیشه حمایبان است دعاهای نیکشان همیشه با شما است زادروزی پدر مادر برای شما مبارک باشد ببینیم اکنون باشد برای سراجمک یک سرود تیار کردیم مرحبا Бывают дни, как сны хорошие, в разгар осеннего тепла, в которых женщины из прошлого встают в пути, как зеркала. И все, что стерлось и померкло, и затерялось.
عزیز، دوستان، رفیقان، برادر، خیجو تباران برای تبریک سراجمک آماده خوش آمدتان میگویم. سراجمک همونجا تلفن شد که سراجمک در اون باشیشتین میخواستین 4 قطار شعر کردی دادرشون تبریک گوین. وای نشمی مرحمت. من امروز سراج بایا دادگاهشون بدای الهی 120 ساله شوم، کسل نشوم، ساق و سلامت باشم، سر من این نیورا و نیورا بینه همه وقت خانم خیل روزی نغز بشینه ساق و سلامت باشم. من موندگی هم همه روزا با نصیب کنم 5 سنه شوم. هنم خیل روزای نغز بینم در سخون سراج با همه وقت هنم خیل نیوره دختر همه چهورها که پر باشد و قد روزای نغزی هنم سراج با هنم خیل شنم. ساق سلامت باشه هماتون. خوش آمده مهمان ها. شعر بود که؟ یا 2 پیال عرق خورد دادم شعر حیات برام. حسین جان قدر زنم رحمت فیض الله امک مرحمت. اینجی سلامتی سراج بابا سیاه سلامتی خدا چند سال مرده باشه اون رو ببینم روزای ناز بشینیم. رحمت باشی. رحمت سراج‌الدین صد بدوه. رحمت رحمت یک تا همراهشون رسم میگیریم. سراجمک که میشه میراجمک باید بذاریم سال بالاتر میشنیم و رسم میگیریم. مرحبا این بچم بیرین اصلا را آدم فقط با جان بالا بکنم بچه شمینا اندازی نوری از داری پدر جان معنی زیبای انسانی پدر خورشید پدر مهتاب پدر یک افتر رایان پدر بیننده های عزیز، امروز پدر عزیز را، پدر فرزندان مهربان سراجمک را در جشن زادروز در روز میلاد عمرشان تبریک کردیم. در این خاندان پرفیضشان مهمان شدیم و همراه شمایان به هم دیدیم. مانند هر روز و هر وقت خود را احتیاط کنید. در پناه خداوند باشید، با ما باشید. با شبکه شهنام سراجمک 120 ساله شوید. زادروز مبارک. سلامت باشید. شما با هم وقت شکرسندی سلامت کاراتون با ما. رحمت. امروز من همه روزی تولدی موضوع است. من یک چیز بتنه که من همه روز رو دهمی فیرال و همه روز زادروز بایدش کنم. من شعر خوندگی کی نباشد دهمی فیرال من تبریکانی. من خیلی یک شاعری ترک زبان و فارسی زبان همین خیلی شعر بتنه که نشاطی عمر باشد تا بسی سال و 40 آی تنزلت بکار و 50 آی یافتی سستی و 60 آی نیافتی تندرستی و 70 مرگی مرد زیباست و 80 آی 70 است 90 ناامیدی عمر است ای یار و 100 آی شوی آروم بزار یکی هماتون 100 بدور 120 سال شد لیکن آروم بزار الهی سلامت باشید. رحمت سلامت باشید. تبریک میگم. رحمت.